مسلمونا میگن اگه الله نخواد حتی یک برگ از درخت جدا نمیشه و رو زمین نمیفته. هر اتفاقی که میفته خواست خداست. مثلا وقتی نیکا شاکرمی تحت شکنجه های ناجوان مردانه قرار داشت و از ته دلش خدا رو فریاد میزد، خدا کجا بود؟ سکوت کرده بود و به متجاوزین اجازه اینو میداد که با خیال راحت کارشون رو انجام بدن. یعنی این همه جنگ و کشتاری که در طول تاریخ رخ داده به اذن خدا بوده. وقتی توی کتاب به اصطلاح مقدس که باور زندگی 1 میلیارد انسان مینویسن خدا فرمود هیچ اتفاقی در این دنیا بدون خواست خدا نمیفته، اون 1 میلیارد فرصت اینو دارن که هر جنایتی که دوست دارن رو مرتکب شن، چون معتقدن جنایتی که دارن میکنن خواست خداست. هیتلر هم میگفت خدا منو انتخاب کرده برای نابودی یهودی ها. صدام هم میگفت من مأمور خدام برای نابودی ایرانی ها. الانم که خامنه‌ای داره خودشو ولی امر مسلمین جهان میدونه، یعنی نماینده الله روی زمین. فرض که خدا هست، یا همه چیز به اذن خدا نیست، یا ما یک خدای دگرآزار و سادیسمی داریم که در تلخترین و سیاهترین لحظات زندگی بنده هاش فقط بیننده و شنونده زجه ها و التماساشونه، اما برای نجاتشون هیچ اقدامی نمیکنه چون همه چی به اذنشه. چشه منید